برج 9 بقیه 1000 نفر ثبت ناممون رو پر کردیم. روزی دیرکل فنی حرفه‌ای با من تماس گرفت. گفت خانم محمدی شما دارین چی کار میکنین تو آموزشگاه؟ من واقعیت هم اولش ترسیدم. اینا از این سوال منظورشون اینه که من زیرزمینی باز کردم. تنها اتفاق خوبی که افتاد این بود که جمعاً 40 تا آموزشگاهیم تو ارومیه. تصور کنید نزدیک 7 الی 10 تا آموزشگاه بسته بود و اجاره داده بود سالن آموزشگاهش را. برعکس اتفاق خوبی که افتاد ما تو ثبت نام رکورد زدیم. از برج 1 همون سال تا شروع برج 9 ما ثبت نام پیشمون 1000 تا رو پر کرد. رفتیم یه فیش دیگه برداشتیم که طول چندین سال اخیری که کار کرده بودیم همچین اتفاقی نیفتاده بود. یه خیلی کوچیکی استفاده کردم تو اون ایام که خیلی جواب خوبی